در ولایت سوخت مرحله ولایتی چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین نورسان 16 ساله به انجام رسید. در چمپیونات مذکور که دوام یک ماه در شهر خوجند و ناحیه سپیتامین جریان گرفت، 16 دسته از شهر و ناحیه‌های استرافشان، سپیتامین، خوجند، باباجان، غفوروف، اشت، دیوشتیچ، اسفره، کنیبادام، ظفرآباد، شهرستان و جبار رسولوف اشتراک نموده در دو گروه بین هم سبقت کردند و از هر دو گروه 4 دسته بهترین به واخوری‌های حل کننده راه یافتند. برای دریافت مقام سیوم فوتبالبازان دسته استرافشان تیم اشت را با حساب 3-1 شکست داده صاحب مدال‌های برنجی شدند. در دور نهایی دسته‌های سوخت یک و خوجند روی میدان سبقت آمده برای به دست آوردن مقام اول بین هم واخوری دایر نمودند. دیدار این دسته‌ها نهایت با حساب 1-0 به فایده فوتبالبازان دسته سوخت یک به انجام رسید و آنها جام مسابقه را صاحبی کرده و مرحله جمهوریوی چمپیونات مذکور راه یافتند. نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت سوخت با غالبان و جایزه‌داران چمپیونات مذکور مدال و افتخارنامه و جام و جایزه ها را در فضای تنتنوی تقدیم نمودند. مورد به ذکر است که از طرف فدراسیون فوتبال ولایت برای در سطح بلند گذاشتن چمپیونات مذکور تدبیرهای ضروری اندیشیده شد.